السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خوش آمدین در کانالی لکنی چی؟ لالیک افیسو. خلاصه که برداران عزیز در کانال خطای ویدیو نه همین سوالای مردم که کی بس میکرده باشه که قوری میگیره ما خانه خدا برا ما اوجه بگیم بس که اگه نمیشه چه سه ما مول میره و قوری مکتاریکسون هم برام ممکنه خانم بابا همین خاطر گفتنیم که ممکن نه انیق بس که سبحان الله فروش دامونم کلام استودیو من خیر استودیو از وکزاپیس مرحمت او دا کانال دا چیز بنویسین در اینستاگرام بنویسین که برای حجامه رقم رو اکران مسکو یکترینبورگ سن پترزبورگ لوبلینا ایس بیو خلاصی گپ که رقم ها رو اکران در خدمتیم. اوت سوال چی با باتل رفتی؟ چی با رفتم؟ یعنی سوال مردم من پیش اکران گفته ایسان چی با روش هستیم میگه حج میرم و چی نمیره. مثلا ایوم کامنتر خونده ایسان این اول نوشته ایسان کو ایوم کامنتر خونده ایسان که من گرفته استمونه رفتنی حج هم خیلی چیز میکنم رو آمیشه گپ میگن ایاکم روز قد قریش اینا چلاگیم ایاکم همون ویدیو ما همه گپ میگم هیما یا باتل دارم میگذرونمش بعد همه کارا ریشاد میکنه یکی نفهمن آرو درگور بعد میکروفون ایران نکرده خیلی نه حساب کنم گپ زد تمام میشه اصلا گپ که نه خیلی تمای خوری ما کار ندارم کدومی که چی میگه چی نمیگه من ترام ثابت میتونم کامنتری را گوش نکن تمام برای که کامنتری ندید چه حقارت کردن وقتی نگاه که خوری رای راست رفته است حقارت چپی کردن ما زنگ زدن تو یک هم بغل نه این برای سوسو خب من نفهمیدم شما چی به خیلی کردین چی با دمی مردا که کار کردن که کامنتری را اهمیت بده اساسا باید آدمی یوتیوب داشتگی باید کامنتری را اهمیت نده میگن برای که خلاص الله هدایت مقصد تو میگن میبریش میوریش خلاص یاب خلاص تمام ان شاء الله رپ باز کاگی ان شاء الله خدا تمام یعنی ویدیو میبرم ناسی باتلش نباز کانال خچه باتلش نباز کاگی استودیوش در فروش موندگی کدومت که مقصد که اوید قرائت قرآن یگون چی میتونین که استودیوش بخرین من در تلویزیون اسم مگه میخرمش خب در اسیام استودیو دور مخدید استودیو شروع با ویدیو رولکش کاگیم کدوم خریدار باشه رویش میکنیم ان شاء الله تمام خدا باشین دوستان عزیز نشین دین که بس کاگی بس میکنه خب در امان الله باشین فی امان الله السلام علیکم